آقا ما داشتیم اینجا یاران همه شونو زدن. خب ما داشتیم اینجا میرفتیم تک یارو اینجا آزمون شد کنیم که پیادشون شد کنیم یا همون کریم یا همون که یاره بابا اون نیست یکی دیگه هست حروم دادا خیلی هم رفتیم تک شماره یکمون گرفتیم رفتم اینجا طور زدن اومدن برم تک شماره 3 رو بگیرم داشت میپرید برم گرفتیم یک کمی دمیج دادم آورم خواستم شماره 4 رو بگیرم که دیدم نمیشه اینو یه دمیج ریزی دادیم گفتیم کیلش کنیم که دیدیم نمیشه اومدیم اینجا یه ترپ انداخته بودن دقیقا اینو همین گوشه یه ترپ انداخته خب ما اومدیم یه آرمون ریزی اینجا داریم بعد گفتیم باز دوباره آوریم دمیج 26 تا شاید باور نشه من زیر زمین داره نشون میدارم 14 تا دمیج پیاده شده بعد دیدم یه دیگه رفتم پیزای کارم سریع رفتم تو خونه یه کاور ریزی گرفتم یه آرمال 150 زدم بعد اینا اومدن آقا اسکواری ریختن سر همه من میزدم نمیخورد 2 تا شد نمیخورد آقا اومدم اینجا آرمال رو زدم هی میرفتم تو هی میرفتم تو یه ریوایی پیش من افتادم اینو با یه شاد انداختم اینو یه شاد میزن نمیخوره میبینم یاره دیگهش میاد کاورش میکنه باز دوباره میام تو هی میرم بیرون هی میام تو اینا رفتن داخل خونه منم گفتم خوبه تیرام عوض این اومد جلو یه ریز دمیج دادم این هم اومد جلو یه شاد زدم میسخورد دور نشادم رفتم لابی البته نرفتم یکی دیگه شون بود آقا من سویده رو برداشتم یه متشتم این یکی رو برداشتم یه متشتم که خورچه هنوز دراکون نرفتم خدا داشتیم اینجا میرفتیم که تایی شما 3 رو دوباره بگیریم یه ویچوارده اینجا داره مومنت میزنه با تیر زدیم یک کمی روش ریجستر شد شدیم اینجا یه دمیج نه با کجا آخرین قصیقه بعد اینجا یک تیری زد آقا اینجا این یارو رو کیل کردیم اینجا یه آرتری رو گرفتم بالاش نمورد بعد یارم گفتش ای کلاس آتیشی اونجا پشون چوبه گفتم بزن شاید چیزش آوردم اینوری که آرتری زد آقا این یارو که اول زدم با این کلاسم این اسکواد اینم زدم 2 تاشون این اسکواد 3 نفری بود این هم اومد یه شاد زد بهم نمورد یه شاد زدم بعد 2 شات تو افتاد یارو هم بهم گفت آفرین فلان اونجا رفتم میگه ما با ایپد پلیر میگیم تو چی شکلی اینجوری بکشیم واقعا تبو گرفتیم دوباره رفتیم زدیم فایل را افتادیم به سمت تایی شماره 3 دستان واقعا اینجا میلرزید دیگه اینقدری که با همین کردم دستان واقعا به تنها یک بار لابیش رستدم چه وضعی آره دیدم زن اومدیم بریم تایی شماره 1 رو دیدیم یه نفر اونجا منتظری که ما بیایم ما رو بزنه اینه اینجا دستم خورد یه سنه رفت اینجا نشستیم منتظر بودیم تا بره دیگه دستان درد دیدیم از اونجا داریم یارم بعد بمون تا یه جایی بدی فکر نکنم به راحتی بزید گفتم میرم زیبیلانی میرم بالا میپرم تایی میگیرم نترس عیبی نداره یارم هم بچه نبودم بزرگ همسن سال خودم نبودم در حد مثلا 22 23 شاید هم بزرگتر بود چون سالش خیلی رفتم بالا چاپر رو بردارم چاپر سریع برداشتم زدم دوباره رو شد و خودتون بزنی رو شد کنم سواری اما به خودم این چه وضع بازی کردن داشت من خود دستان گرم نیستم اینجوری بازی میکنی اصلا نفهمیدم بعد زونگیر شد یا همون زونگیر شد گفت دوباره من مردم یکی بیاد من رو بلند کنه من نمیتونم تا رفتم بلند کنم کلش کرد میمیرم زون قویه اینجا بهم گفتش که بیاد تیم بیا منو بلند کن مدیکم بزنم
آقا ما اینجا پیدا گذاشتیم بلند شدیم رفتیم ایدرا گفتم الان میام رفتم ایدرا تو اینم پیک لجند شد شاید کنم همه نشستم پیدا میکنم که بزنم روش اون شد بشه دیدم چرا من گفتم حالا خوبه بده بس هرجا من بدن شماره 3 رو بلند کنم افتادم شماره 3 افتادم سمت شماره 3 شرمه بعد ما این کیلایی که ما گرفتیم رفتیم تا بلندی شدیم من نمیدونم قضیه چی بود تا پیاده شدم که چیزش من دیدم با این که وقتم بود حالا یاری کلیش کردی از این بنظرم زن کش این ولش کنیم دو 6 نفر موندن 4 نفری اسکواد نیستن 100% چون اونجا اسم گرد نختن بزنیم کار به کارتون نه ما میریم بازی خودمون میکنیم تا یکی از پنشون اسکوادو بگیم من چاپر اینجا ویل کردم اومدم این بالا این مغز بازی رو به کار انداختم یه نید یا همون نیدی که به چند که تقسیم میشه برداشتم الان نگاه کنی دقیقا این صحنه بود اینجا نیدو میزنم که بندازن انگاری باش دستان انگار میلرزه اینا رو زدم نا ندارم بازی کنم داشت با چی باید بازی ما گوشی میزنیم؟ آره شیامی ما نیدو برمیداریم که بندازیم شیامی خوبه با من چی بشه انمیه صدای بعد صدا تیرم بدم که بیان سمتم ولی خب آیپد کجا مرنه 2x2 آره همینجا دقیقا نگاه کنین اگر آخر زوم بودین این کارو بکنین بهتر سعی کنین کم کنین من نیرو انداختم صدا تیرم دادم تا بیان به سمت ما مثلا ما رو بزن بعد دیدم نیدم ترکید گفتم خب خوبه برن کاور شما یکم باشن نزننش دو تک خب اومدیم اینجا کاورش کنیم باز رفت صورت از سبودی دستان خود برش چون جای بدی دیدم اینجا واسه فکرم اومدم این بالا دیدم اون پشت ایدرا بازم برم تو دمنج هم نده و سلاح آرمار زدن نده چند تا تیر زدن اومد بالا گفتم شما رو یک نزنید گفت نه حواسم هست من هم این خطی گرفتم گفتم سریع دیدم این پشتی یه شات به این زدن دیدم فکرم این یارم یه شاتم به این تموم و بازی تموم میشه و تمام